ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилооти Навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзури шумо мегардонем. дар студия Ҳабибаи Комил ва Тоҳир Маҳмудзода салом. طبق دستور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دستگیری‌های همیشگی و غمخوری ظاهر نمودن به طبقه‌های احتیاجمند اهالی در مملکت ما به حکم عنعنه درآمده است. به علاوه این همساله در عرفه عید و جشنواره‌های ملی از جانب وزارت اداره تشکیلات و مؤسسه‌ها و شخصان سخاوتمند به یتیمان و بی‌پرستاران کمک‌های الهه‌ای رسانیده می‌شود. همین گونه در عرفه فرارسی سال نو میلادی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه به کودکان و نورسان مکتب اینترنت های پایتخت تحفه های عیدانه رسانیدند. تفصیلات در گزارش همکاران ما. дастгириҳои пайваста ва таваҷҷӯҳ ғамхориҳои рӯзафзун нисбат ба ятимону маъюбон, бепарасторон, дардмандону оилаҳои эҳтиёҷманд дар меҳвари сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, аз амалҳои хайрхоҳона ва инсондӯстонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳисоб меравад. дар доираи чунин иқдому тадбирҳои муҳим ва хайрхоҳонаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, оилаҳои эҳтиёҷманд, хусусан ятимону шахсони дорои имконияти маҳдуд дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе пайваста дастгирӣ карда мешаванд ва зери таваҷҷӯҳ ғамхориҳои ҳамешагии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе қарор доранд. مقامات شهر دوشنبه رستم امامعلی با همه کسانی که با ما دستگیری میرسونند minnatdori خود را بیان میکنیم که ما را فراموش نمیکنید. ما شخصانی که مثلا در اینجا با غمخوری با دستگیری شما احتیاج داریم minnatdori را خود را بیان میکنیم. من خواننده مؤسسه دولتی تحصیلات میانه عمومی مخصوصی برای ناشنوایان شهر دوشنبه اقدادوف حسنجان هستم که در صنف هفتم تحصیل میکنم. ما minnatdori خود را سراول به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی میرسونیم که برای ما خوانندگان امکانات محدود داشته همساله در عرفه عید و جشنواره‌ها کمک خیریوی میرسونند. ما از این عمل آنها بسیار خرسند و منت داریم، چون که ما را مثل خوانندگان دیگر مؤسسه ها همه جهت دستگیری نموده نمیگذارند که از چیز تنقیصی کشیم. برای ما ناشنوایان مؤسسه های مخصوص تشکیل کرده شده است که ما در آنها تحصیل نموده آموزگاران با زبان ایما و اشاره به ما درس میگذارند. در پیروی از اقدام‌های بزرگ و سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان، راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه برای دستگیری طبقه نیازمند جامعه در پایتخت مملکت پیوسته تدبیرهای عملی می‌اندیشد. نام من کریم مبارز. من خواننده صنف چهارم بی مؤسسه تحصیلات ابتدایی شبانروزی مخصوص برای کودکان نابینا و سوسبین شهر دوشنبه هستم. من میخواهم minnatdori خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه minnatdori خود را رسانم. امروز به ما تحفه جشن میلادی داد. من کوشش میکنم که خوب تحصیل نموده در آینده به خلق وطن خود خدمت نمایم. در پیروی با تشبث اقدام‌های انسان‌دوستانه پیشوای معظم ملت این نوبت نیز چون عنعنه از جانب رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در روزهای آخر سال 2021 و فرارسی سال نو میلادی 2022 به زیاده از 11,000 نفر از جمله یتیمان کل، معیوبان، شخصان یکه و تنها، دردمندان و بی‌پرستاران، اویله‌های نیازمند و کارمندان ریاست‌های استفاده‌بری راه‌های پایتخت مملکت کمک‌های مادی و تحفه‌های عیدانه تقدیم کرده شد. باشندگان 100 نفره خانه معیوبان شهر دوشنبه که همچون خانه مهر می باشد minnatdori خود را به راهبر دولت و به میر شهر دوشنبه رستم امامعلی بسیار سپاسگزاریم، چون که آنها پیوسته به ما معیوبان کمک‌های خود را میرسانند. ما در اینجا خود را همچون آدمی معیوب نی، همچون برابر دیگر آدمان سلامت خود را حس میکنیم. تأکید باید کرد که کمک‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از قبیل مجموعه لباس گرم زمستانه
محصولات خوراکواری، شیرینی‌های ایدانه و دیگر لوازمات ضروری در این روزها با باشندگان تربیتگیرندگان مکتب اینترنت رقم 1 برای کودکان یتیم و بی‌پرستار، مکتب اینترنت مخصوص تحصیلات اساسی رقم 2، مکتب اینترنت مخصوص یاری رسانی رقم 3، مکتب مخصوص ناشنوایان، مکتب شبانه روزی مخصوص برای کودکان نابینا و سستبین، خانه کودکان سن تا مکتبی رقم 1، مرکزهای دستگیری عائله و کودک رقم‌های 1، 2 و مرکز منطقوی خدمت اجتماعی نفقه‌خوران و معیوبان شهر دوشنبه دسترس و برای باشندگان و تربیتگیرندگان همه این مؤسسه‌های اجتماعی پایتخت دستورخوان ایدانه و برنامه فرهنگی فراغتی با رعایت قاعده‌های سانیتاری و گیگیینی تشکیل کرده شد. با تشبث کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به شرح و توضیح بندهای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر دوشنبه همایش دایر گردید. در این چاره‌بینی که با اشتراک آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی میانه عمومی، دانشجویان دانشگاه و دانشکده‌های عالی پایتخت، تعلیم گیرندگان مؤسسه دولتی مرکز تعلیمی چراغ هدایت و گیرندگان استیپندیای کمیته صورت گرفت، دایر به نقش پیام راهبر دولت در پیشرفت جامعه ابراز اندیشه کرده شد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارانمان. پیام پیشروی ملت به پارلمان کشور نه تنها نقشه سالانه است بلکه برنامه مکمل است که دوام سالهای بعدی نیز برای رشد ساحه‌های گوناگون خوجگی خلق مملکت مساعدت خواهد کرد. با بیان همین اندیشه کارمندان کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نشاندادهای امساله پیام را شرح و توضیح دادند. در چاره‌بینی حاضرین اطراف اهمیت و هدف‌های اساسی پیام پیشروی ملت در شرایط زمان معاصر ابراز نظر کرده اندیشه‌هایشان را در خصوص سمت‌های افضلیت‌ناک ساحه‌های گوناگون خوجگی خلق مملکت بیان داشتند. ضمن همایش معاون رئیس شهر دوشنبه معصومه معینی اظهار نمود که پیام پیشروی ملت واقعا یک دستورالعمل آموزشی و کاربری برای خدمتچیان دولتی و مجموعه تاکید و هدایت‌های سازنده برای اهل جامعه محسوب می‌شود. تاکید گردید که با همین شکل و شیوه همساله ارائه پیام نه تنها بر رشد این یا آن ساحه بلکه مجموعه به نیکو احوالی در کشور مساعدت می‌کند. طور ذکر گردید برای جامعه که زیاده از 49.3% اهالی آن را زنان تشکیل می‌دهند این سند اهمیتی مهم دارد. استفاده نیروی ذهنی این قشر جامعه برای پیشرفت کشور اهمیت خاص داشته برنامه دولتی تربیت انتخاب و جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده جمهوری تاجیکستان از حساب زنان و دختران لیاقتمند برای سالهای 2017-2022 در نوبت خود تطبیق تدبیرهای را در نظر دارد که با تقویت دانش و ملکه جهانبینی و تجربه کاری زنان و دختران لیاقتمند روانه کرده شده است. در همایش اشتراکیان تاکید نمودند که برای عملی نمودن دستورهای پیام سروری دولت تمام سعی و کوشش را به خرج خواهند داد. همچنین در فرجام تدبیر مذکور دانشجو دختران فعال دانشگاه و دانشکده‌های عالی و تعلیم گیرندگان مؤسسه‌های تعلیمی میانه عمومی که گیرندگان ادرارپولی کمیته کار با زنان و عائله میباشند از جانب رهبریت با ادرارپولی سرفراز گردانیده شدند. در پیام امساله نیز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به بلند برداشتن صفت دانش نسل نورس در مؤسسه‌های تعلیمی کشور اشاره نموده آموختن زبان‌های خارجی مخصوصا روسی و انگلیسی را در تمام زینه‌های تحصیلات از مؤسسه‌های تا مکتبی سر کرده تا گیمنازیا و لیسه‌ها حتمی شمردند. در این زمینه به اهل معارف اوید به نظارت قطعی آموزش زبان و نظارت صفت تعلیم دستورهای قطعی دادند. آموزگاران و اهل معارف امروزها جهت اجرای با صفت دستورهای راهبر دولت تدبیرهای الهاگی میاندیشند. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما از شهر باختر ولایت ختلان. بنیاد ملت از معارف آغاز می‌یابد. تنها همین یک جمله پرمحتوا و دوراندیشانه رهبریت عالی مملکت اهل معارف ولایت ختلان رو وادار به تکمیل اختصاص تبادل متدیکای تعلیم و بلند برداشتن سویه دانش نسلی امروز نمود. همین است که معارفچیان امروزها بیش از پیش جد و جهد نموده از پی تطبیق دستور سپارش و پیشنهادهای سازنده سروری دولت گشتند. این پیام معارف پرورانه و پیام خردمندانه شد که اهل معارف جمهوری تاجیکستان را خاصه اهل معارف ولایت ختلان را به گام‌های نو به گام‌های موفق آور هدایت نمودند. پیام امساله پیشوای معظم ملت پرزیدنت تاجیکستان را به صبرانه انتظار بودیم. ما امیدواری‌های زیاد داشتیم و خوشبختانه این امیدواری‌های ما ثمر دادند و پیشوای معظم ملت در هر یک نکته‌های پیام از معارف و از معارفچیان یاد کردند. ابراز داشتند که بنیاد ملت از رشد معارف آغاز می‌یابد
ما را برای قهرمانی ها در این سمت، برای آماده نمودن متخصصان ورزیده، برای بهتر نمودن صفت تعلیم و تربیت در مکاتب همگانی تحریک داد و ما بار دیگر احساس نمودیم که غمخواری سروری ملت نسبت ما باز هم زیادتر شده است، باز هم بالاتر رفته است. با گفته معرفچیان دستگیری پیوسته حکومت کشور و پرزیدنت جمهور مخصوصا در سمت بلند برداشتن مزد معاش آموزگاران و ادرارپولی خوانندگان و دانشجویان آنها را هوسمند می‌سازد تا باز هم در فکر آینده درخشان ملت باشند و رفت تعلیم و تدریس را جدی براه مانند، زیرا با مهیا گشتن تمام شرایط دیگر برای آنها کار به جز آماده کردن خوانندگان بالیاقت و زباندان نمی‌ماند. همین تحلیل ها ما را وادار می‌سازد که برای در آینده باز هم رشد اقتصادیات کشور در سمت آماده نمودن متخصصان صاحب ورزیده، صاحب کسب همچون معارفچی کمر همت بنده و با این وسیله در پیشرفت آینده کشور سهم خود را گذاشته باشیم. جناب عالی در پیامشان بار دیگر توجه به آن نمودند که باید معارف کشور در قطار دیگر مردم شرفمند زندگی شایسته داشته باشند و نیک و احوالی آنها توجه نموده بار دیگر در پیامشان تا 20% معاش آنها را زیاد نمود که این یک دلگرمی به کارمندان ساحه معارف را بیدار نمود. بلند برداشتن معاش مخصوصا برای آموزگاران بهترین اقدام است و البته من باوری دارم که آموزگاران جمهوری تاجیکستان از این اقدام و این نوبتی سرور دولت روح الهام تازه گرفته برای برطرف کردن کمبودی‌های ساحه کوشش‌های و غیرت خود را روانه می‌سازند، چون که بلند گشتن مزد معاش آموزگاران از جانب سرور دولت برای آموزگاران یک الهام، یک نیرو، یک توانایی می‌بخشد و من باوری دارم صفت کاری آموزگاران در سمت بهداشت تعلیم و تربیت دگرگون خواهد شد. در واقع پیشنهاد و دستور سپارش‌های سرور دولت از سوی اهل معارف همیشه دستگیری یافته عملی می‌گردد، چون که امروز در مؤسسه‌های تعلیمی شهر و نواحی ولایت ختلان استادان و آموزگاران ایرادهای در پیام ذکر شده را به نوبت گرفته نسبت تعلیم و تربیت خوانندگان باز هم دقت مخصوص روانه می‌سازند. تمام دستور هدایت و سپارش‌های سرور دولت ضمن پیام نوبتی برای معارفچیان کشور دستور عمل قرار خواهد داد، چون که در حقیقت امروز در سمت تعلیم و تربیت بعضی نقصان ها به مشاهده می رسند و این نقصان ها، این پرابلم ها ما را وادار می سازد که من بعد در تعلیم و تربیت نسل نوروز و جوان تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیم. برای برطرف نمودن اون کمبودی‌هایی که در پیامشون سرور معظم ملت در ساحه معارف نگرانی کرده گفتند ما کلکتیو آموزگاران نقشه چهارمی برای برطرف نمودن کمبودی‌ها در 5 سال آینده در رشد ساحه معارف را ترتیب دادیم. زباندانی یکی از اساسهای پیشرفت جامعه جهانی می باشد. این را قید کردن جناب عالی در پیام این ساله‌شان. مخصوصا این بعد انتخاب و جابجاکنی کادرهای رهبری کننده جمهوری تاجیکستان از جوانان زباندان جابجا کرده می شود. ما این را نیز به نوبت گرفته تمامی درس‌هایی که ما در لیسه می‌گذاریم استثنا از فن‌های گومانیتاری، تمام فن‌های ما با زبان انگلیسی براه مانده شده است. پیام امساله پیشوای معظم ملت یک گوشزد یا که آگاهی یا که پیشنهاد به دیگر ساحه‌ها بود که تکیه را بیشتر به معارف کنند، سرمایه‌گذاری به ساحه معارف بیشتر شود، بهتر نمودن صفت تعلیم و تربیت در مد اول باید باشد، زیرا تاجیکستان با کادرهای بلند اختصاص نیاز دارد و همیشه کادرها متخصصان ورزیده می توانند باز هم نفوذ کشور ما را در عرصه جهانی بالا ببرند و همین چیز بار دیگر اهل معارف را به آن وادار می سازد که برای آماده ساختن متخصصان ورزیده ساحه‌های گوناگون تلاش بورزد. باید گفت که اهل معارف ولایت ختلان تلاش میکنند تا با باوری رهبریت مملکت سزاوار باشند، زیرا محض همین توجه و دستگیری هاست که سال تا سال بناهای کهنه مؤسسه‌های تعلیمی از نوسازی گشته، میز و کرسی و کتاب و اشیاءهای خوانش در مؤسسه‌های تعلیمی آنها عوض میشود. در نتیجه شرط و شرایط خوبی درسگویی و تعلیمگیری به استادان و شاگردان این منطقه مهیا میگردد.
با مقصد اداره نمودن ذخیره‌های آبی مملکت با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه اصلاحات ساحه آبی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2016-2025 به تصویب رسیده است. در این زمینه 5 ریاست ذخیره‌های آبی منطقوی در دریاهای تاجیکستان تأسیس داده شد. در شهر کلاب جلسه یکم شورای حوزوی دریای 5 دایر گردید. همکاران ما از رفت این جلسه گزارش آماده کردند. تغییریابی اقلیم، کمبوریشی با سرعت آبشوی، پریخ‌ها و گرمی زیاد کل مردم سیاره را به تشویش آورده است. از این روز ضرورت اداره‌کنی آب به میان آمد و در این زمینه در جمهوری تاجیکستان نیز یک قطار تدبیرها اندیشیده می‌شوند. با مقصد برطرف نمودن مشکلات ساحه آب جمهوری تاجیکستان، اصلاحات ساحه آب جمهوری تاجیکستان با مرام تطبیق گردیده ایستاده است و امروز ما در طبق اصلاحات بالذکر که در دایره اداره کنی همگرایانه ذخیره های آبی عملی گردیده ایستاده است و یکی از وظیفه های آن گزارش از اداره کنی ماموری به اداره کنی حوزوی می باشد. در دایره اصلاحات ساحه آب جمهوری تاجیکستان طبق برنامه اصلاحات ساحه آب جمهوری تاجیکستان که شروع از سال 2015 تحت رقم 790 قبول گردیده است، در حدود جمهوری تاجیکستان با در نظر داشت منطقه های گرافی 5 منطقه های حوزوی تشکیل کرده شدند که این هم باشد منطقه حوزوی قسمت تاجیکستانی حوزه دریای سیر و منطقه حوزه دریای زرافشان و منطقه حوزه دریای کافرنیان وخش و همچنین 5 می باشد. با مقصد مساعدت به اداره‌کنی ثمرناک ذخیره‌های آب و هماهنگسازی فعالیت همه جانب‌های منفعت‌دار در حدود منطقه‌های حوزوی، همچون مقامات مشورتی و مصلحتی و اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان، شورای حوزوی دریاها تشکیل کرده شد. در شهر کلاب جلسه یکم شورای حوزوی دریای 5 عاید به اداره‌کنی همگرایانه ذخیره‌های آب دایر گردید. در جلسه کارهای در این سمت انجام داده شده، پیشرفت و مشکلات در ناحیه‌های کلاب ولایت ختلان و دیگر مسئله‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. امروز اولین جلسه شورای حوزوی دریای 5 در منطقه کلاب برگزار گردید که در آنجا اشتراک داشتند نمایندگان ولایت ختلان، نمایندگان ولایت مختار کوهستان بدخشان، اینچنین نمایندگان شهر و ناحیه‌ها و در این جلسه بعض پرابلم هایی که پیشنهاد کرده شدند که در آینده راه حل فصل خود را می‌یابند و ما تصمیم گرفتیم که آینده باز همین خیلی جلسه ها را دایر نموده تطبیق عملی برنامه را تامین نماییم. ضمن برآمدها و محاکمه‌ها قید گردید که کم گردیدن مجرای آبی 5 در فصل تابستان در فعالیت کشاورزان مشکلی پیش آورد و در آینده می‌باید شورای حوزوی دریای 5 تقسیمات آب را اداره نماید. اینچنین از جانب اشتراکداران یک قطار پیشنهادهای مفید برای پیشرفت کار پیشنهاد کرده شد. اطلاع داده شد که شورای مذکور در آینده نیز همین گونه جلسه ها را دایر نموده برای بهتر گردیدن اداره کنی آب در حوزه دریای 5 کوشش به خرج خواهد داد. شیرین جان سفرزاده سیفالدین اسماعیلوف از شهر کلاب برای برنامه نوید. ҷанбасти кори соҳаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ноҳияи шаҳри нав бо эълони бонки ҷамъшавии қувва ва воситаҳои техникӣ баргузор гардид. дар ҷаласа намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ситоду гурӯҳҳои омодагии ҳолатҳои фавқулода дар ҷамоату деҳоти ноҳия иштирок намуданд. аз ҷараёни ин ҷаласа ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. ҷанбасти кории соҳаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ бо эълони бонки ҷамъшавии қувва ва воситаҳои техникӣ баргузор гардид. дар ҷаласа намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ иштирок намуданд. инҷо гурӯҳҳои эътино аз ҷамоатҳои деҳот ва хадамотҳо сару либоси махсус, таҷҳизоти зарурӣ ва техникаҳои махсусро ба намоиш гузоштанд. бояд гуфт ки мақсади ташкил намудани комиссияҳои ҳолатҳои фавқулода ин ҳангоми бартараф намудани боронҳои пай дар пай, омадани сел ва дигар ҳолатҳои фавқулода, баланд бардоштани омодагии мақомотҳои идоракунӣ, ҳайати шахсии хадамотҳои мудофиаи гражданӣ баҳри иҷрои вазифаҳои дар пеш истодаи замони осоишта, баланд бардоштани маҳорати ҳайати шахсии ҳамаи мақомотҳо,
اوید مسائل حفظ اهالی و امن نگاه داشتن آنها در وقت رخ دادن حالت‌های فوق‌العاده، مستحکم نمودن دانش نظریوی و مکمل نمودن ملکه عملی هیئت شخصی مقامات‌های اداره کنی میباشد. در جلسه مسئله از نظر گذرانی حالت آماده باشی و واسطه‌های تکنیکی درباره سریع آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات، آمادگیری و بنقشه‌گیری چاره‌بینی‌های پیشگیری کننده از حالت‌های فوق‌العاده بررسی گردید. در جنبسته جلسه در مجلسگاه مقامات اجرایی حکومت دولتی با اشتراک راهبران ستاد و گروه‌های آمادگی حالت‌های فوق‌العاده در کارخانه‌ها و تشکیلات و جماعت و دهات اوید نتیجه‌های عملیات چند روزه بررسی گردید. حالت آمادگی خدمات‌های مخصوص از طرف مسئولین بهای قناعت بخش گرفت. بعداً از طرف نمایندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی بر راهبران فعال و شخصان مسئول افتخارنامه سپرده شد. طور خبر داده بودیم روز 15 دکبر سال جاری در جلسه 16 کمیته بین حکومتی عاید به حفظ میراث فرهنگی غیر مادی یونسکو صنعت ملت تاجیک فلک به فهرست میراث فرهنگی غیر مادی بشریت شامل کرده شد. وارد گشتن فلک به این فهرست نشانه اعتراف فرهنگ و تمدن قدیمی ملت ما از جانب جامعه جهانی دانسته می شود. با افتخار این رویداد مهم در شهر کلابی ولایت ختلان چاره‌بینی فرهنگی برگزار گردید. پایکی به فهرست فرهنگ غیرمادی یونسکو وارد گردیدن فلک کل مردم تاجیکستان را خوشنود نمود، زیرا این ژانر خیلی قدیمی بوده بازگو از فرهنگ و مدنیت مردم تاجیک می باشد. تلاش‌های پیوسته پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با آن باعث گردید که جامعه جهان با فرهنگ و مدنیت خلق تاجیک آشنا گردد و تاجیکستان را همچون ملت تمدن‌ساز و فرهنگی بشناسد. کارشناسان میگویند که فلک محض در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان رشد یافت. فلک بعد از زمان صاحب استقلالی مملکتمون رو به رشد یافت، رو به ترقی یافت، با تشبث و یاردم به واسطه حامی صلح و وحدت ملتمون، پیشوای معظم ملتمون، پرزیدنت کشورمون محترم امامعلی رحمان از نو فلک باز دستگیری یافت و رشد کرد و از طریق آزمون در نزد کمیته رادیوی تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از طریق آزمون هیئت تازه تأسیس را صاحب گردید و فلک گشت. با این مناسبت در شهر کلاب چاره‌بینی فرهنگی دایر گردید که در آن هنرمندان نمایشگاه دیگر نمونه میراث غیرمادی فرهنگی یونسکو چکن را به معرض دید گذاشتند. در این نمایشگاه نمودهای گوناگون چکن با گوناگون رنگی و فلسفه خاص خود به معرض دید گذاشته شد. مورد ذکر است که چکن نیز با پیشنهاد پیشوای ملت جهانی گردیده بود و پیوستگی با فلک دارد. درباره فلک اثرهای زیاد تالیف شدند و عالمان پژوهش‌های زیاد گذرانیدند. فلک از میراث‌های بسیار قدیمی ملت تاجیک است و اگر ریشه پیدایش فلک را ما خواهیم که بگوییم، این از دوره‌های باربد مروزی آغاز شده است و در اون وقت اصلا شعر در وزن عروض نوشته نمیشد، در وزن روان خلقی گفته میشد و در طول اینقدر سالهای دراز در طول تاریخ یعنی که فلک نیز تکمیل یافته است و بزرگترین حافظان ما با شکرگزاری که به همه مردم ملت آشنا هستند فلک سراییدند. در همایش فرهنگی به این مناسبت رهبریت شهر کلاب، عالمان و محققان، شاعران و نویسندگان عاید به ژانر فلک و جهانی گردیدن آن سخن گفته قید کردند که پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با سیاست فرهنگ پرورانه خویش توانست ملت تاجیک را در عرصه بین المللی همچون ملت تمدنساز و فرهنگی معرفی نماید. با فهرست فرهنگ غیرمادی یونسکو وارد گردیدن فلک اعتراف مردم سیاره از فرهنگ ملت تاجیک می باشد. برای رشد
رشد و نموی فلک در حالت تنتنوی به یک قطار عالمان و محققان و هنرمندان افتخارنامه و تحفه‌ها سپرده شد. در ادامه چهاربینی هنرمندان برنامه فرهنگی را پیشنهاد حاضران گردانیدند که همه از ژانر فلک بود. айни ҳол дар тамоми хоҷагиҳои мамлакат маъракаи анҷом додани тадбирҳои зимистона ҷараён дорад. Дар як вақт кормандони агентии давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ низ талош доранд бо истифода аз хотима ёфтани мавсими обёрӣ каналу заҳкаш ва заҳбурҳои ҳудуди хоҷагиҳоро тоза ва ба мавсими нав омода намоянд. ҳамин кор дар шаҳри турсунзода ҳам ҷараён дорад. Гузориш дар гузориши ҳамкорони мо. дар ҳудуди шаҳри турсунзода алҳол 212 километр заҳбуру заҳкашҳои байни хоҷагӣ барои обёрии майдони кишт 42 шабакаи обёрӣ бо тӯли дарозаи 212 километр хизмат мерасонад. Кам ё зиёд гардидани ҳаҷми ҳосилнокии дилхоҳ маҳсулоти хоҷагии қишлоқ аз ҳолати имрӯзаи заҳбуру заҳкашҳо бастагии амиқе дорад. дар ин раванди корӣ масъулияти бештарро идораи беҳдошти замин ва обёрӣ бар дӯши худ гирифта. тибқи шартнома тоза намудани ҳамаи каналу заҳбурҳо танҳо мутахассисони ин соҳа бояд анҷом диҳанд. айни ҳол тоза намудани заҳбуру заҳкашҳо дар заминҳои кишоварзии хоҷагиҳои хурду миёна муташаккилона ҷараён дорад. идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии шаҳри турсунзода мувофиқи нақша чорабиниҳои баъд аз мавсими обдиҳӣ ба кандани заҳбуру заҳкашҳо ва каналҳои обёрикунанда шурӯъ намудем. айни ҳол мувофиқи нақша чорабиниҳо 80,000 метри мукааб кандани каналҳо ва 25,000 метри кубӣ барои заҳбуру заҳкашҳо ҳаракат карда истодаем ки ҳарчи зудтар кандани заҳбуру заҳкашҳо ва каналҳои обёрикунандаро ба охир расонем. бармаҳал тоза накардани заҳбуру заҳкашҳо албатта дар паст гардидани ҳосилнокии ҳама намуди маҳсулоти кишоварзӣ таъсири манфӣ расонда ҳатто дарахтони қаблан мевадиҳандаро метавонад хушк намояд. аз ҳамин хотир кишоварзон ҳамасола кӯшиш менамоянд барои гирифтани ҳосили баланд саривақт заҳбуру заҳкашҳоро тоза намоянд. ҳамин тариқ дар натиҷаи марҳила ба марҳила тоза намудани каналу заҳбурҳо бояд мутасаддиёни соҳа заминҳои ғайрикораму ноободро ба гардиши кишоварзӣ ворид намуда ҳосили фаровоне ба даст биёранд. мутахассисони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ дар шаҳри турсунзода тоза намудани заҳбуру заҳкашҳоро дар ҳамаи хоҷагиҳои хурду миёна бо сифат гузаронида кӯшиш менамоянд ки дар мавсими обёрии зироатҳои кишоварзӣ тамоми шабакаҳои обёрӣ барои хизматрасонӣ омода бошад ва онҳо тавонанд саривақт кишоварзонро бо об таъмин намоянд. гузориши соҳибнур абдурасулов, хуршедалимов аз шаҳри турсунзода барои барномаи иттилоъоти Навид. имсол ба даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китобаз аз шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон қариб 1000 нафарро хат гирифта буданд. дар даври ниҳоӣ яъне ҷумҳуриявии ин озмун ҳам намояндагони вилоят аз табақаҳои гуногуни ҷомеа иштироки фаъолона доштанд ва дар натиҷа чандин нафар ба гирифтани мақомҳои ифтихорӣ шарафёб гардиданд. ғолибони даври ниҳоии озмун аз ҷониби роҳбарияти шаҳри хоруғ қадрдонӣ карда шуданд. хосият худоёр бекзода мавзӯъро идома медиҳад. иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри хоруғ Назарзода Ризошодӣ гуфт ки озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст тавонист дар тӯли 3 соли фаъолияти худ дар сайқали малакаву маҳорату дониши довталабони он нақши созгорро гузорад. бо роҳандозӣ шудани ин озмун чеҳраҳои нав муаррифӣ гардиданд ки бо зеҳни тез, забондонӣ, ҳусни баён, хонишу дониш, саводнокии худ намунаи ибрат ҳастанд ва ба ғолибони ин озмун зодагони шаҳри хоруғ изҳори сипос баён намуд. қайд намуд ки имрӯз дар марҳилаи ҷаҳонишавӣ дар ҷаҳони муосири илму техника
رشد کیهان بهترین و شایسته‌ترین اطوار این دانش‌اندوزی و رشد ذکاوت نسل نورس و جوانان می باشد که آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است مساعدت کننده این خصلت هاست. با آموزگار فن زبان و ادبیات روس غالب آزمون سزاوار جای دوم شهزاده شکر خدای و آموزگار فن زبان و ادبیات تاجیک سزاوار جای دوم فریزه محمد نظر و اینچنین غالب آزمون سزاوار جای سوم خواننده صنف 11 سورینوز فیض‌الله بیکووا و مادر سورینوز فیض‌الله بیکووا آشوربیک رشید بیکووا. رئیس شهر خاروغ ابراز سپاس بیان کرده قید داشت که با چنین فرزندان خودآگاه ملت تمام خاروغیان متفخر هستند. آزمون به فکر من بسیار شفاف گذشت. شخصا من چنین تاثیرات دارم. من که در نامیناسیون ادبیات جهان اشتراک نمودم، اعضای حکمانی که در آنجا اشتراک کردند اگر آنها مرا حاضر تماشا کنند من بار دیگر میخواهم منتداری خودم رو به آنها اظهار نمایم، چون که آنها بسیار کسب و کاری خوب دارند، کسب و کار و وزمین دارند و دارای کسبیت بلند هستند. سوال‌های بجا دادند به ما و بسیار هم مهربان بودند، چه نسبت ما کلانسالان و چه نسبت خوانندگان که این بسیار هم خوب است. غالبان آزمون خواننده و آموزگاران مکتب لیسه آخوند می باشند که به سرور این مؤسسه تعلیمی دولت خدا نظرف نیز برای چنین موفقیت و کامیابی ابراز سپاس بیان کرده شد. دولت خدا نظرف جواباً قید نمود که هدف مؤسسه تعلیمی لیسه آخوند پیش از همه تربیت نسل نورس در روحیه وطنداری و خویشتن شناسی، علم آموزی و زباندانی، مهر و محبت بی‌پایان به سرزمین بزرگ اجدادی با نام تاجیکستان می باشد. همزمان با اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت امام علی رحمان برای اهدای چنین آزمون که آن بیانگر صاحب کلامی ملت تاجیک بوده بهر تلقین آموزش فرهنگ پیشدادیان آثار گذشتگان مساعدت گذار می باشد، اظهار سپاس و صمیمیت بیان گردید. مادر طالب علم صنف 11 سورینوز فیض‌الله بیکووا که سال 3 است غالب این آزمون می گردد ابراز نمود که از کامیابی فرزند خیش می بالد و سربلند است و افزود که چنین فرزند می تواند نه تنها برای امروزیان خدمت ارزنده نموده سربلندی بیارد بلکه برای آیندگان تکیهگاه و شخصیتون بگردد. میگویند که دولت فرزندی مادر است، دولت مادر فرزند است و خوش بر حال آن مادری که فرزند فرزانه دارد. من میبولم و میفخرم که فرزند من در طول 3 سال در دور نهایی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است در شهر دوشنبه شرکت ورزیدند و امسال صاحب جایزه و غالبیت را به دست آورد. من از طرف حکومت شهر خاروغ قدردانی گردیدم و همچنین در شهر دوشنبه مرا دعوت کرده با نشان سرسینگی معرفت پرور و افتخارنامه کتابخانه ملی تاجیکستان سرفراز گردانده شدم. برای غالبان دور نهایی آزمون سطح جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است به شهزاده شکر خدای و آموزگار فن زبان و ادبیات روس سزاوار جای دوم فریزه محمد نظر و آموزگار فن زبان و ادبیات تاجیک سزاوار جای دوم سورینوز فیض‌الله بیکووا خواننده صنف 11 غالب آزمون سزاوار جای 3 و مادر سورینوز فیض‌الله بیکووا آشوربیک رشید بیکووا از جانب رهبریت شهر خاروغ افتخارنامه و تحفه‌های خودروی تقدیم کرده شدند. مقامات بنگلادش سبب‌های سوختار در داخل یک کشتی را که ده‌ها کشته بر جای گذاشت معین می‌کنند. در ساحل‌های یونان باشد یک کشتی با مهاجران غرق شد. توجه کنید به شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج مملکت.